یه چیزی شبیه همین دوست پسر و دوست دختره، منتها دوست دختر دوست پسر اسلامی. نه این نیست. مسئله ازدواج موقت رو اسلام گذاشته نه برای اینکه ازدواج موقت مزاحم ازدواج دائم بشه یا خانواده هایی رو متلاشی بکنه، نه برای اینکه مردی که همسر داره خانواده داره برای شهوترانی بره دوباره به اسم ازدواج موقت سراغ موارد دیگه و اینا نیست. برای این ازدواج موقت تشریع شده برای که در موارد خاصی ازدواج دائم امکان نداره، به هر دلیلی وقتی یک کسی به بنبستی رسیده، مشکلی داره، ازدواج دائم امکانش نیست، نمیتونه یه خانواده دائمی تشکیل بده، این راه رو اسلام باز گذاشته که با رعایت شرایط شرعی یه خانواده موقت تشکیل بده. ولی اونا هم زن و شوهرن، مثل زن و شوهر دائم، منتها به دلیلی که نتونستن تشکیل بدن. منتها در این باید حقوق زن، حقوقشون، اخلاق، همه چیز کاملا باید رعایت بشه. مسئله اجازه پدر، مسئله این مسائل همه مطرحه. در واقع من بخوام تعبیر کنم، ازدواج موقت مثل پله‌های اضطراریه. یعنی اگر دلیلی ازدواج دائم، تشکیل خانواده دائم برای کسانی در یک شرایطی امکان پیدا نکرد، اسلام نمیخواد نیاز جنسی رو سرکوب کنه. بالاخره این ممکنه اگر از طریق ازدواج دائم نتونه تأمین بشن، این نیاز طبیعی خودشون رو از راههای غیر اخلاقی و غلط فعال بکنن و وقت به خودشون و دیگران صدمه بزنن. بنابراین اسلام برای موارد اضطراری و اورژانسی خلاصه اسلام یه راهی رو باز گذاشته که اگر کسانی امکان تشکیل خانواده دائم ندارن بتونن خانواده موقت تشکیل بدن. اون همینه. اون جایی که صیغه هست، خانمی چیز را که خدا حلال کرده، پیغمبر حلال کرده، در قرآن کریم آیه اش موجوده. ای جماعت بیدین، ای جماعت، در قرآن کریم سوره نساء 24 فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه. خداوند متعال فرموده وقتی که استمتاع کردید، متعه کردید، اجرتش را بدید. پول پاداشش را بدید. اجرت به چی میگه؟ کسی که زحمت، اجرت اینه که کار بکنی، اجیر بشی، مزدش را بهش بدید. مزد نمیده خداوند، محرم نیامیده. به خاطر همین که شما جماعت فردا این کار نکنید. صیغه یا متعه بیایم کاملا از نگاه خدا ببینیم، یعنی از دریچه دوربین نگاه خدا. یک مدیریت غریزه جنسی و برای مهارت زندگی سالم. عقد موقت 4 تا رکن داره. این ارکان عبارتند از زن و مرد، مدت و مبلغ. میدونید که زن به 2 طریق به حساباً، به طریق مختلف به حساباً بیوه میشن، شوهرش از دست میده، یا اینکه مطلقه میشه، طلاق میگیره، یا اینکه شوهرش فوت میکنه. این زن دیگه بعد از اینکه موانع شرعی و قانونی این زن برطرف شد، اگر شوهرش فوت کرده 4 ماه و 10 روز، و اگر طلاق گرفته از شوهرش 3 ماه یا 3 تا عادت شرعی. همچنین زنانی شرایط عقد موقت را دارن. اون چیزی که من درک میکنم و در نوشته هام بهش پرداختم، به نظر میرسه که ما ایرانی‌ها از نوعی اضطراب جنسی ریشه‌دار رنج میبریم. این اضطراب جنسی به باور من مفهومی و پدیده‌ای پیشا اسلامیه، یعنی قبل از این که حتی اسلام وارد ایران بشه، ایرانی‌ها از این اضطراب جنسی رنج می‌بردن. اضطراب جنسی حتی مذهب رو هم در استخدام خودش قرار داده و یه پوشش سفت و محکمی از آموزه‌های مذهبی دور خودش تنیده، به گونه‌ای که امروزه اون چیزی که در مورد پدیده سکس در اسلام و در ایران امروز ارائه میشه با اون چیزی که در ورژن‌های اولیه اسلام ارائه میشد به کلی متفاوته و شاید بخشی از در واقع مشکلاتی که به لحاظ نظری در درک مفاهیمی مثل سکس در اساساً پدیده صیغه برخلاف ادعایی که پشتش وجود داره که میگن مشکلات و بحران‌های جنسی رو تخفیف میده، اساساً یک پدیده تبعیض‌آمیز و مرد سالارانه هستش. مسئله دومی که به نظر میرسه اینه که جریان‌های مدرن معتقد هستن که با پدیده‌ای مثل صیغه و رسمیت بخشیدن به این مفهوم در واقع ما به پدیده زشت و غیر قابل قبول چند همسری در جوامع انسانی رسمیت ببخشیم.
جریان‌های سنتی اساساً با این مسئله موافقن، به خاطر اینکه اونها توی جامعه زندگی میکنن که سرشار از بحران‌های جنسی و مسائل جنسی، بنابراین طبیعیه که فکر میکنن چیزی مثل صیغه که به لحاظ شرعی هم تجویز شده بتونه این مشکلات رو تا حد زیادی کاهش بده. علیرغم اینکه اکثر جمعیت ایران مسلمان و شیعه هم هستن، به نظر میاد مخالفای صیغه بیشتر از موافقان اون باشن. چرا؟ بله همینطوره. بخشی از این مخالفت ها برمیگرده به اون اضطراب‌های پنهان جنسی که در ناخودآگاه قومی مردم ما زنده هستش و همچنان خودش رو در بزنگاه‌های مختلف نشون میده. اتفاقاً 24 در ضمن مطالبی که در باب زنان بیان می‌فرماید تصریح می‌کند که فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه، و زنانی رو که ازشون بهره موقت میبرید، استمتاع میکنید، پس بهشون اجرشون رو بدهید. بودن نرفتن. و امیر مؤمنان علی علیه السلام هم میفرمود که این مسئله ازدواج موقت راهی بود برای کسانی که به هر دلیل امکان ازدواج دائم نداشتند، در شرایطی قرار می گرفتن که نیاز جنسی بر اونها فشار می آورد و اگر نهی جناب عمر از این کار نبود، جز انسانهای شقی مرتکب زنا نمی شدن. در واقع این عمل راهی بود برای نجات جامعه از غلطیدن به سمت گناه آمد و این ارتباطات خارج از کادر رسمی و دائمی زن و شوهر را تحت عنوان ازدواج موقت سامان داد، شرایطی برش قرار داد، ضوابطی تعیین کرد تا مصالح هم زن هم شوهر هم احیانا فرزندی که ممکن است متولد بشد رو تأمین بکنند. بنابراین